سلام دوستان، در این کلیپ آموزشی میخوام به معرفی گرام بپردازم که یه ارز دیجیتال جدیده. این یه سایته که شما از طریق لینکی که در زیر این ویدیو قرار دادم واردش میشی، با دو تا گزینه مواجه میشی، یکی ساین آپ و یکی ساین این. شما از طریق ساین آپ میتونی ثبت نام کنی، حالا با استفاده از اکانت فیسبوکی که دارین یا با استفاده از اکانت جیمیلی که دارین. بعد از اینکه ثبت نام بکنید وارد فضای سایت میشین که من الان بهتون نمایش میدم. اول اینکه برای استخراج ارز دیجیتال که گرام باشه نیاز به هیچ گونه سرمایه گذاری مالی یا خریدی ندارید. شما تنها کاری که میکنید زمان باید بذارید. راه‌های مختلفی داره برای اینکه بتونید گرام به دست بیارید. اول بگم که هر گرام حدوداً 1.91 دلار قیمتشه. در لحظه تغییر میکنه قیمتش، معمولاً از 1.8 تا 1.95 من دیدم که قیمتش وایساده. بعد شما باید حداقل 500 گرام به دست بیارید تا بتونید برداشت کنید. حالا تبدیلش میکنید به بیت کوین یا راه‌های مختلفی که داره. من تا الان 89 گرام به دست آوردم. حالا راه‌هایی که وجود داره اینه که شما از این قسمت میتونید وارد فری بشید. اینجا شما میتونید هر 1 ساعت یک بار یه رول بزنید، یعنی یه عدد شانسی بهتون تعلق میگیره از بازه 1 تا 1000. اگر بین 1 تا 980 باشه 1 گرام بهتون میده، اگر 981 تا 993 باشه 1 گرام میده و اگر 1000 بگیرید 1000. ببینید مثلا من الان رولو میزنم به هم 1 گرام داد. از مجموع رولایی که من تا الان زدم 3.7 گرام به دست آوردم. 19 تا رول زدم. اینجا مشخص میکنه که نفراتی که در لحظه دارن رول میزنن چقدر گرام برنده شدن. شما از قسمت ویدیوها با تماشای هر ویدیو میتونید 1 گرام به دست بیارید و از طریق تولید فیلمی که آموزشی باشه در رابطه با ارز دیجیتال گرام هم میتونید 5 گرام و بارگذاریش به دست بیارید. از طریق رفلارز شما میتونید لینک خودتون رو برای دوستاتون بفرستید که وارد این سایت بشن و ثبت نام کنن. با هر ثبت نام هم 5 گرام میگیرید. من تا الان 13 نفر رو ثبت نام کردم. عرضم به حضورتون که تنها چیزی که داره این یه ارز جدیده، بعد نیاز به سرمایه گذاری خاصی هم نداره. میتونید راحت تو خونه با معرفیش به دوستاتون کار کنید، شانستون رو امتحان کنید و کسب درآمد کنید. امیدوارم موفق باشید.